جذاب صدایی که میایه. آیا هوش مصنوعی شغلای ما رو از بین میبره یا شغلای جدیدی میسازه؟ سلام به همه همراهان اکتیویتی ای آی. رادوینم و امروز یه موضوع داغ داریم که خیلی ها تو ذهنشونه. آیا هوش مصنوعی میخواد شغلای ما رو بگیره یا شاید هم برعکس شغلای جدیدی برای ما بسازه؟ کدوم؟ ببینید، از وقتی که هوش مصنوعی شروع کرده به پیشرفت، خیلی ها تو دلشون این نگرانی هست که نکنه یه روزی شغلشون رو از دست بدن. تصور کنید یه روز وارد دفتر کارتون میشین و پشت میزتون یه ربات نشسته. خب این کابوسیه که واقعا بعضیا دارن، ولی بیاید ببینیم این چقدر واقعیه و چقدر فقط یه ترس از تکنولوژیه. اول از همه بذارین از اینجا شروع کنیم. هوش مصنوعی واقعا چه شغلایی رو هدف گرفته؟ خیلی از کارهای تکراری و زمانبر مثل حسابداری، ورود داده ها و حتی کارهای پیچیده تری مثل رانندگی و نمیدونم ترجمه به دست AI داده میشن. یعنی اگه کارتون یه روتین ساده است که به خلاقیت و احساس انسانی زیادی نیاز نداره، خب بله، احتمال داره که هوش مصنوعی بتونه جایگزینشون بشه. مثلا ربات‌ها توی خطوط تولید بیشتر از انسان‌ها کار میکنن و خب دقیق‌ترن، سریع‌ترن، کارو قشنگ انجام میدن به قول ما. اما حالا چالش بزرگتر اینه، آیا هوش مصنوعی میتونه مشاغلی که به خلاقیت، همدلی و حس انسانی نیاز دارن رو بگیره؟ مثلا یه معلمی یا یه هنرمند یا حتی یه پزشک. بیاد رو راست باشیم، هنوز هوش مصنوعی توی این کارها خیلی قوی نیست و نمیتونه اون تجربه انسانی رو جایگزین کنه. با این حال شاید توی آینده نزدیک با ترکیب هوش مصنوعی و خلاقیت انسانی بتونیم به چیزهای جدیدی دست پیدا کنیم. کسی چه میدونه؟ یه نکته دیگه هم که باید بهش توجه کنیم اینه که هوش مصنوعی میتونه شغلای جدیدی هم ایجاد کنه. الان به شغلای نگاه کنین که توی 5 سال اخیر به وجود اومدن، مثل مربیای هوش مصنوعی، طراحای واقعیت افزوده و حتی کسایی که الگوریتم ها رو مینویسن. زبونم نچرخید. ولی این شغلا یه دهه پیش اصلا وجود نداشتن، ولی الان خیلی‌ها توشن و دارن فعالیت میکنن و پول خوبی به دست میارن. نوش جونش. حالا سوال اصلی اینجاست، آیا ما آماده ایم که مهارت هامون رو ارتقا بدیم و با این تغییرات هماهنگ بشیم؟ هوش مصنوعی مثل هر تکنولوژی جدیدی که وارد جامعه شده دو تا انتخاب میذاره جلومون، یا اینکه تغییر کنیم و خودمون رو باهاش هماهنگ کنیم، یا اینکه بیسیم و خب جا بمونیم. وایسین جا بمونیم. اصلا به من چی؟ خب شما چی فکر میکنین؟ آیا هوش مصنوعی قرار شغلامون رو ازمون بگیره یا برعکس فرصت‌های جدیدی برامون میسازه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو پایین ویدیو ببینم. اگه از این نوع بحث ها خوشتون میاد حتما سابسکرایب کنید که ویدیوهای بیشتری از اکتیویتی ای آی ببینید.